سرخط خبرها. کمک‌خواهی احمدی مسعود از امامعلی رحمون، جایگاه 99 ارتش تاجیکستان و منتخب تاجیکستان را به بازی با قزاقستان آماده می‌کنند. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. من شعلای عبدالله هستم. احمد مسعود راهبر جبهه مقاومت ملی گفته است محض امامعلی رحمون پرزیدنت تاجیکستان می تواند در تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان کمک کند. طور خبرگزاری کراسنویسنا با استناد به سپوتنیک افغانستان اطلاع می‌دهد احمد مسعود این سخنان را هنگام واخوری با سابق والی ولایت هرات افغانستان اسماعیل خان بیان داشته است. این واخوری روز 6 نوامبر در شهر مشهد ایران برگزار شده است. به نوشته این خبرگزاری خودی همون روز بنا به گزارش رادیوی افغانستان آزاد حکومت طالبان برای به رسمیت شناخته شدن از سوی کشورهای جهان گفته بود که در جستجوی رابطه نیک با همه همسایه‌ها به خصوص تاجیکستان است. ضمناً یک ماه پیش منبع‌های نزدیک به حکومت تاجیکستان خبر داده بودند که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با یک سفر کوتاه به دوشنبه آمده بود اما دوباره به پنجشیر برگشت. گفته میشد که احمد مسعود با دعوت حکومت تاجیکستان آمده بود تا از او بپرسند که تا کجا برای مذاکرات با طالبان آماده است. ماه سپتامبر سروزیر پاکستان گفته بود او با طالبان گپ میزند و از امامعلی رحمون خواست با احمد مسعود صحبت کند. احمد مسعود برای مذاکرات با طالبان رضایت داد اما از طالبان دیگر خبر نشد. ضمناً سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران سفر احمد مسعود راهبر جبهه مقاومت ملی علیه طالبان به تهران را تصدیق کرده است. نزدیکان احمد مسعود نیز سفر او را به ایران تصدیق کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران به BBC گفته است که سفرهای انجام شده به صورت عادی و همواره با آگاهی کابل و گروه‌های افغانستانی انجام می شود. در روزهای آخر برخی رسانه‌ها سفر احمد مسعود به ایران و دیدار او با اسماعیل خان از راهبران پیشین جهادی خبر داده بودند. سفر احمد مسعود به ایران در حالی است که به تازگی وزارت عدلیه آمریکا اجازه داد که دفتر نمایندگی بین‌المللی جبهه مقاومت ملی افغانستان در واشنگتن گشوده شود. آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیوی آزادی پیدا کنید. شبکه اجتماعی فیسبوک تصمیم گرفته است که از برنامه به طور اتوماتیک و یا خودکار معین نمودن چهره‌های کاربرانش در عکس‌ها و نوارها دست بکشد، زیرا استفاده این برنامه بحث‌های را در مورد نقض معیارهای اخلاقی به میان آورده است. فیسبوک در تاجیکستان هم ده‌ها هزار کاربر دارد و از شبکه‌های بسیار معروف به شمار می‌رود. همکارم کایمرسی عطا تفصیلات بیشتر دارد. مأموریت فیسبوک اعلان کرد که من بعد وسیله شناسایی چهره ها را در عکس و نوارها استفاده نمی کند. در شرکت گفتند که چنین تصمیم در پی افزایش نگرانی جامعه از استفاده وسیله و نبود قاعده های استفاده آن گرفته شد. اکنون فیسبوک چهره های 1 میلیارد کاربر را که حفظ کرده بود پاک می کند. انتظار می رود این کار تا ماه دکبر انجام یابد. مخالفان این تکنولوژی که در مغازه ها، بیمارستان ها و مؤسسه های دیگر امنیتی وسیع استفاده می شود، می گویند که آن می تواند برای نظارت کاربران از سوی گروه های مختلف به کار برده شود. خبری دست کشیدن فیسبوک نامش را با متا عوض کرد در پس منظر جنجال ها درباره این شبکه صدا می دهد. کارمند سابق فیسبوک فرانسیس خاوگن حجت های داخلی این شبکه اجتماعی را به رسانه ها داد که در آنها گفته شده است فیسبوک درآمد مالی را از دیگر ارزش‌های اخلاقی و سالمی جامعه بالا می‌گذارد و برخلاف اظهارات خود از عهده نظارت محتوا در شبکه نمی‌براید. پایگاه تحلیلی گلوبال فایر پاور ارتش تاجیکستان را در فهرست 100 کشور برتر جای داده است. نیروهای مسلح تاجیکستان میان 140 کشور دنیا در مقام 99 قرار دارد.
سال گذشته نیز تاجیکستان عیناً در این مقام قرار داشته است. با گزارش این پایگاه در آسیای مرکزی قوی ترین ارتش از ازبکستان است که در زینه 51 قرار داشته هیئت نظامی آن 50,000 گفته می شود. قزاقستان در جای 61، ترکمنستان در زینه 86 و قرقیزستان در جای 93 قرار گرفتند. موافق رده‌بندی جای اول را آمریکا، جای دوم را روسیه و جای سوم را چین گرفتند. ضمناً نقشه دعوتی تیرماهی نوسکران به خدمت در ارتش تاجیکستان به گفته مقامات بیش از 70% اجرا شده است. وزارت مدافعه میگوید تا این مدت نواحی تابع مرکز 80%، ولایت سوخت 56 و ختلان باشد 54% سفربری جوانان را به خدمت اجرا کردند. حالا در قسم‌های حربی کشور معرکه سوگند یادکنی نوسکران ادامه دارد. روز 6 نوامبر در روز کنستیتوسیا در اکثر قسم‌های حربی نوسکرانی دعوت شده سوگند یاد کردند. دعوت تیرماهی نوسکران از اولی اکتبر آغاز شده تا آخر ماه نوامبر ادامه می‌کند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان را به بازی دوستانه با منتخب قزاقستان موبین ارگاشف آماده می کند. منتخب المپیای تاجیکستان با راهبری موبین ارگاشف چند روز پیش به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که ماه ایون سال آینده در ازبکستان برگزار می شود راه خواهد گرفت. موبین ارگاشف با دسته منتخب 21 بازیگر از جمله 10 لگیونر را که باشگاه ازبکستان، استونیا، ایران، بلغارستان، قزاقستان، اندونزیا، بلاروس و مالایزیا را نمایندگی می‌کند دعوت کرده است. بازی دوستانه میان دسته‌های منتخب ملی قزاقستان و تاجیکستان 16 نوامبر در ورزشگاه آستانا آرنا شهر نورسولتان دایر می‌گردد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامون بخازاده همراه می‌بینیم. نوامبر سال 2012 مقامات مهاجرت بر اساس آماری رسمی گفتند 50,000 نابالغ تاجیک را در میان مهاجران در روسیه حساب کردند. برخی آنها هنگامی کار و برخی با سلامتی نگران کننده ثبت شدند. مقامات تاجیک گفتند کاری کودک و آن هم در مهاجرت در کشور دیگر مشکلی جدی می باشد. روسیه برای هر ساکن نهم و دهم در تاجیکستان مکان اصلی کار و درآمد شده است. نوامبر سال 2018 اتحاد اروپا برای پاککاری پرتابگاه‌های رادیواکتیو در تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان $10 میلیون جدا کرد که این بخشی از کمک‌های جامعه بین‌المللی برای امن و بخطر نگه داشتن پرتابگاه‌ها میباشد. در شهرک دهمای و شهر استقلال تباشری سابق از زمان شوروی 10 پرتابگاه رادیاسیونی مانده است که در آن حدود 55 میلیون تن ماده‌های دارای رادیواکتیو نهفتند. از اوران تباشر نخستین بمب اتمی SSSR ساخته شده است. 9 نوامبر سال 1917 هنرپیشه معروف سینمای تاجیک عبدالسلام رحیمов تولد شده است که در 82 سال عمرش 10 نقش را در سینما و تئاتر به نام لاهوتی آفریده است. تماشابینان او را از روی نقش‌هایش در فیلم‌های مرگ سودخور، اسرار عائله غیورفا، صبح جوانی ما، زمرد و دیگرها یاد دارند. رحیمов از کمترین هنرپیشگان تاجیک است که نامش در دانشنامه سینمای آمریکا ثبت شده است. بانک ملی تاجیکستان قربی $100 را به 1128 سومون و 40 درم و 1000 روبل روسی را به 157 سومون و 10 درم مقرر کرده است. بینندگان عزیز، این بود برنامه نوید بامدادی. فردا در همین وقت ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.